ادامه بخش چهره‌های ماندگار. میرزا ترسونزاده، قسم دوم، شاعر بزرگ و ارباب برجسته جمعیتی. شاعر از موضوعهای ملی تا مسائل بین المللی اظهار اندیشه کرده، شعر و داستان، اثرهای صحنوی، فیلمنامه‌ها، مقاله‌های علمی و ادبی خود را به نیروی عظیم معنوی مبدل نمود. میراث گرانبهای ادبی میرزا ترسونزاده در دوره ما به مهمترین و مبرمترین مسئله‌های حیات خلق و دولت جوابگو میباشد. شعر او همراه مردم تاجیکستان صاحب استقلال قدم میزند، شادی و نشاط ما را افاده میکند و با قلب‌های ما همصدا میشود. در زمانی ما که وحدت ملی به یکی از رکن‌های سیاست دولتی تبدیل یافته است، ایجادیات شاعر به اتحاد و برادری مردم مملکت مساعدت می‌نماید. شاعر حقیقی همچون پرچمبردار ادبیات و فرهنگ ملی در دل خلقش همیشه زنده و پاینده است. میرزا ترسونزاده همین گونه ادیب مبارز، شخصیتی برجسته و انسان نجیب است. از این رو او محبوب خلق تاجیک و مردمان صلح‌پرور و آزادیخواه عالم گردیده است. بی‌گزند ماندن نام و آثار میرزا ترسونزاده را حیات به خوبی ثابت می‌نماید. چون گرامی داشت و رمز پاسداری خدمت‌های شایسته میرزا ترسونزاده به نام او شهر، دانشگاه و مکتب‌ها و کوچه و خیابان‌ها گذاشته شدند و مهمتر از همه شعر او پیوسته ورد زبان مردم تاجیک است. میرزا ترسونزاده تفکر فراگیر کره زمین و دل دردآشنایی داشت و شعر این شاعر نابغه شعر ملت و شعر برای انسانیت است. اشعار آتشبار این وصاف صلح و دوستی، برادری و همدلی مردم عالم و شعر این سپهسالار نظم زمان خود به 60 زبان خلق‌های دنیا ترجمه شده است. از روز وفات استاد قریب 40 سال گذشت، ولی خدمت و تلاش‌های او مثل صدرالدین عینی و باباجان غفورов در راه تشکل و تحکیم هویت ملی، خودآگاهی و خودشناسی ملی، پاسداری ننگ و ناموس وطن، افتخار بلند دولتداری، پایداری صلح و امنیت و وحدت خلق جهان بیش از پیش جلوه‌گر می‌گردد. از این رو او برحق قهرمان تاجیکستان اعتراف گردیده است. شعر او در اعمال جامعه دموکراتی تاجیکستان صاحب اختیار نیز نیروبخش مردم بوده با ما هم قدم و هم نفس است. به عباره دیگر میرزا ترسونزاده با شعر وحدت ساز خویش هم زمان ما هم زمان نسل‌های نو خلق تاجیک باقی میماند. بگذار نام مبارک و آثار ارزشمند میرزا ترسونزاده همچون قاصد صلح دوران ما از نسل به نسل و از عصر به عصر ادامه یافته عمر ابدی یابد. بگذار کلام آتشین، موزون و ناب و شیوای میرزا ترسونزاده قلب تمام خلق تاجیک و جهان را صاف و منور و چون آینه پرجلا گرداند. در اینجا بخش چهره‌های ماندگار در باب میرزا ترسونزاده، شاعر بزرگ و خادم معروف جمعیتی به پایان رسید. شما را در نشرهای دیگر به روزگار، آثار و کارنامه ساتم اولغزاده تحت عنوان مصنف تاریخ پرفاجعه خلق شناس خواهیم کرد.